سلام، بعدم با ادامه نقاشیمون. رنگایی که لازم داریم تو پالتمون باشه سفید، زرد و نارنجی. زرد و قرمز ببخشید که ترکیب نارنجی رو میده. زردش باید بیشتر باشه و قهوه‌ای. ابتدا اینجا یه خط خیلی کوچیک میندازیم چون گل برگشته. به این صورت رنگ خردلی هم نیاز داریم. به این صورت قلم رو میشوریم. این صورت کمی خردلی برمیداریم. برای رنگ‌گذاری طرحمون باید مدام به طرح نگاه بکنیم و رنگ بذاریم. یعنی یه دستتون کاغذ باید باشه، حواستون به این باشه که چه رنگی رو برمی‌دارین، چه جایی میذارین، چون امکان داره اشتباه به وجود بیاد. حالا کمی نارنجی برمی‌داریم، کمی